یه روز این یوز پلنگ باد معده زاده که 1 سال بوده باد معده‌شو دفن کرده بوده، همینجوری مثل بادکنک از باد معده باد شده بوده و میاد یه جهش میکنه تا این گوزن گوزصفت رو شکارش بکنه. بابا گوز ای خدا گوز بزگنیم که اشتباهی میزنه قیلش میده و خودش هم عین توپ قیل میخوره میره اونور و ظاهرا کل حیوانات این جنگل مریضی عدم باد معده گرفته بودن، عدم دفعشو به حسابی باد شده بودن. بعدش هم این گوره خره اومده بودن آب بنوشن که یک دفعه یه تیمسای سگی زارت میزنه بیرون و میشه ای بابا داداش ولش کن، یکی به تو باید کمک کنه دوباره برگردی زیر آب. این دوتا اسکولم که دیگه خیلی باحالن نگاه. الان یه دونه با شاخم میزنم بهتر که گوزو. نه خیلی من الان میزنمت. واسه الان میام 1 2